توران؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ به خاطر تو اومدم. دیروز از زندان آزاد شدم. شما گفتین بیام اینجا؟ مریم، حالت خوبه دخترم؟ تو گفتی بیام اینجا. چی؟ خب گفتین بیا اومدم. کارتون؟ ما الان تو رو میگیریم میذاریم تو ماشین خودمون، بعدش هم میبریم کلانتری. همکارای قدیمیت بی صبرانه منتظرتن. اعتماد به نفستون خوبه. چطور میخواین منو ببرین؟ حالا از صحتو بذار زمین، مثل آدم بشین تو ماشین. زود باش. همه چی طبق خواسته شما شد. منم از شما یه خواهش دارم. گوچلو قبول میکنه. چی میخوای بی شرف؟ جفتمون عاشق یه دختر شدیم. معلومه اهل مبارزه هم نیستیم، درسته؟ برای همین مثل یه مرد با هم حرف میزنیم. تنهایی حرف میزنیم؟ قبوله، فقط تو روت میشه راجع به این قضیه یک کلمه حرف بزنی آشغال؟ تو مسئول مرگ بچه خودتی مردی که اگه تو دلشو داری که گوش کنی، منم روشو دارم که بهت بگم. گوچلو حرف بزن اما نزدیکش نشو. کاسپر رو یادت نره. بله میتاد. کمیسر الان خبر دادن کانکار اصلان سمت چوبکلوه. رضا این زنه چی میگه؟ تو منظورشو فهمیدی؟ چی داره میگه برای خودش؟ والا اردار خان چشم منم سیاهی رفت. میگم شاید تولین خانوم بارده. ای بابا من خیلی وقت کاری ازم ساخته نیست. ببینم میخواین من برم بیرون؟ نه بابا، میخوای قبل از اینکه مژدگونی تو بدم بری؟ من 25 سال پیشم این خبرو بهت داده بودم اردال. اون موقع بیشتر پیگیر بچه بودم، اما الان پیگیر خودتم. بهترین خبر برای من اینه که بفهمم تو مردی قبل اینکه بچه تو ببینی میمیری اردال. دیشب به برجو گفتم تو خونم وقتی جلوی در منتظر بودی. مگه بهت نگفت؟ دختر دهن قص خودم میکشم. برجو هم با همین جمله شروع کرد، اما بعدش پس چرا فرار کرد؟ نه بابا، فرار چی؟ گفت میبینم تو رفت. حتی منتظر تماسه. چرا منتظر تماستی؟ راستشو بخوای دلیلی نمیبینم که اینو بهت توضیح بدم. تو چی کارش هستی؟ میشه اینو به منم بگی؟ تو با زن من هیچ نسبتی نداری. دهنتو ببند. کاسپر نزن.
داداش حالت خوبه؟ داداش تو حالت خوبه؟ من حالم خوبه. اینا کی بودن؟ همون قبلیا بودن؟ نمیدونم. تبریک میگم. خیلی شرمنده شما شدم. تو وضعیت بدیم باید ببینمتون. من همچین چیزی نفرستادم. پس اینجا چی کار میکنی؟ به منم یه نفر دیگه گفت بیام. فقط یه نفر به ذهنم میرسه. کسی که اون توه. بسه دیگه از دستش خسته شدم. بسه دیگه. من مطمئنم تو نمردی. میدونم داخل قبر نیستی. برم خانمو. مطمئنم نمرده. اون هنوز زنده. بلند شو دخترم. اون هنوز نمرده. داخل قبرش خالیه. برم خانمو. برم کن. کجایی که جرأت داری بیا اینجا؟ بیا. من اینجا وایستادم. کجایی؟ زود باش. مریم بیا که یه سر جرأت خودتو نشون بده. زود باش. مریم نترس. دخترم اون فوت کرده. من میدونم زنده است. پیداش میکنم. اعصابت به هم ریخته است دختر. بیا از اینجا بریم. بیا. تمام نیروها به گوش. زیر پل چوبوکلو درگیری شده. فوراً آمبولانس و نیروی کمکی بفرستید. چرا اینجوری شد؟ زیر پل چوبوکلو درگیری شده. فوراً آمبولانس و نیروی کمکی بفرستین. یه نفر زخمی شده. پیاده شو. اگه میخوای بزنی تو سرم بزن. بمیرم به اون صادق بیشرف التماس نمی کنم. من صادقو نمیشناسم. اومدیم نجاتت بدیم. رئیس من از کشتن خوشش نمیاد. رئیستون کیه؟ یه جورایی موافقته. تو قبلا پلیس بودی. اونم دادستان بود. به سلام رسون. دادستان؟ ببینم کدوم دادستان؟ همین که الان میدونی کی نجاتت داده کافیه. به زودی با هم آشنا میشه. آدم محترمیه. دارچینش زیاد باشه. بریز. نوش جونتون. دست شما درد نکنه. شبت خوش. باز چه نقشه ای تو سرته؟ کانکارا اصلا کیه؟ پسر خوشتیپیه. این پرونده رو از دادستانی دزدیدی؟ هنوز مرتبشون نکردم. سختت که نشد. اینجا چی کار میکنی؟ مریم برگشته به میدون بازی. دلم نمیاد چشم ازش بردارم. باور کن یه حسی به میگه الان دارن راجب من صحبت میکنن. یعنی چی دارن میگن؟ تو نظری نداری؟ بگیرین و زود بخور دختر. باز رنگ و رود پریده. انگار این اولین بارش نبوده. از شرش خلاص نمیشیم به خدا. نامه‌ای که برام فرستادی و خوندم.
گفتی همه چی رو به راهه، پس چی شد؟ من میخواستم بیام ملاقاتتون، اما گفتن فقط نزدیکان درجه 1 میتونن ببیننتون. آره خبر دارم. میگم نقشه قبل کنن. مریم دختر، میدونم که ترسیدی. نه اتفاقا کوچکترین ترسی هم ندارم. پیداش میکنم، این بار میندازمش جایی که خیالم راحت باشه. این غیر ممکنه. من وقتی از زندان آزاد شدم بعد پیامت همه چی رو بررسی کردم. دی ان ای‌اش هم میخونه. کسی که داخل اون قبره اوکتای شاهینه. اون دیگه مرده دخترم. بهتره تو همینو از سرت بیرون کنی. سرت خوب شده؟ آسیب اون چماق فقط 3 روز موندگار بود، اما جی پی اس من درست 30 سال کار میکرد. به مرده هم که احترام نمیذارین. آوردین انداختینش جلوی خونمون. هر چند انتظاری نیست. ذاتتون خرابه. نگاه به چه وضعی افتاده. به ما اومدیم اما انگار اسرائیل زودتر از ما اومده پیشت. دورانی داشتیم شایکا. الان که اینجوری میبینم تا ناراحت میشم. گفتن روحیه خیلی مهمه. منم اومدم روحیه بگیرم. چی داری میگی شایکا؟ من اگه میدونستم باعث میشم حالت بهتر شه مطمئن باش خودمو بیشتر به بدبختی میزدم. زیاد نگران نباش، بدبختی ها تموم نشده. از این به بعد هر کاری دوست داشتی بکن. من همچه آدمیم از وقتی تو رو تو این وضع دیدم دلم نمیاد یه تار مود کم بشه. میذارم به حساب قبلی ها. از انتقامتو ازم بگیر. من اومدم از سر رام تو رو بزنم کنار اما نمیتونم. تو بزن کنار. هنوز نه. یه چیز دیگرم باید بدونی. بعد از اون چشم. این خانم کوچولو کیه؟ یاسمین. مثل دخترمه. خیلی خوششانسی که همچین مادری داری. کاش برای بابامم میتونستم همین حرفو بزنم. والا بچه های منم از من راضی نیستن. اگه عمری باقی بود برای این بچه هم همه چی از نو شروع میکنم. توصیه‌ای داری؟ همیشه کنارش باش و اینکه مادرشم نکش. انگار اینم شبیه خودته. خب دیگه بهتر از اینجا بری. خانوادت امشب به خاطر تو بی سرپناه شدن. اون بچه به خاطر تو بدون پدر متولد میشه. فردا تمام روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی از گندکاری دیگت حرف میزنن. خانوادت از نام خانوادگی سارگون خجالت میکشه. من هر شب تا جایی که زبونم میکشید برای خواهرت دعا کردم. از خدا میخوام غم آخرت باشه. اردال چشمای خواهرم چه رنگی بود؟ یادت رفته؟ آره؟ قلبش قرمز بود. فقط به اون دقت کردم. به دلش. کبوتر قشنگم. بعد موقعی آشنا شدیم چرا به توران گفتی بیاد؟ اون اومده به همه بگه اوکتای مرده، اما مریم قشنگ حس میکنه که من زندم. اون حتی پیش کسی که خیلی بهش اعتماد داره همچین حسی داره. خب اگه بفهمه چی گیره تو میاد؟ حتی سر قبرم هم نیومد. میخواست منو فراموش کنه. بذار الان یه مقدار به این فکر کنه، مزدشو بچشه. تو هنوز عاشقشی، یواشکی ازش عکس میگیری و تو اتاقت قایم میکنی. بعد تو چی کار میکنی؟
قایمه که میری تو اتاقم و به عکسای دوست دختر سابقم حسودی میکنی. من؟ حسودی؟ من فقط کنجکاوم بدونم دنبال چی هستی. یعنی همتون علاقتون به منو انکار میکنین و خودتونو برای ساواش میکشین. اینو درک نمیکنم. مگه کار بدی دارم میکنم؟ ها؟ ما یه شرمندگی هم. ازت خوشم میومد میگفتم چرا قایمش کنم؟ دوست داری بهت بگم چه اتفاقی میافته؟ هرچند میدونی که من زودتر از بقیه از آینده خبردار میشم، درست مثل پرومتیوس. فکر کن دارم یه پاکت جدید بهت میدم. اینجوری فرض کن. خیلی کنجکاو شدم. چی قراره بشه؟ باز اعتماد به نفست رفته بالا؟ دیدی شبا رو مبل میخوابم؟ تو یه شب روی تختت حیوول میخوری، بعدش طاقت نمیاری و پا میشی. با اون پاهای کوچولوت روی زمین یخ اینجوری بد را میری. بعدش به جذابترین شکل ممکن آماده میشی و خودتو زیر ملافم جا میکنی و تا وقتی که من رومو بهت نکنم منتظر میمونی. خیلی بی صبرانه و من تا اون موقع حتی با نوک انگشتمم تو رو لمس نمیکنم. مثل همیشه توهم زدی. شب خوبی داشته باشی پسرک ملافه دار. ببین دخترم، من نمیخواستم کسی متوجه بشه، اما من 15 روز قبل یه سکته قلبی گذروندم. چی؟ الان حالتون خوبه؟ خدا سلامتی بده. خیلی ممنونم، مرسی. به امید خدا خوب میشم، اما برای انجام یه عمل مهم دیگه باید برم آمریکا. همراه خاله سامرا میریم آمریکا. تا امروز به خاطر من جفتتون خیلی اذیت شدین. خدا خیرش بده، برای مرگ پدرم زنگ زد. این تویی که داری اذیت میشی دخترم، اما نگران نباش. من هر کاری که برای بهتر شدنت بتونم انجام بدم و انجام میدم. با دادستان کل حرف میزنم. از این به بعد هر اتفاقی که برات افتاد میری براش تعریف میکنی، باشه؟ با اجازتون من دیگه برم. ممنون. راستی یه چیزی، تو به اکتای مشکوک شدی، اما نکنه اینا کار سارگونا باشه. نه بابا، آدم که با عشقش همچین کاری. عشقش؟ من و ساواش با هم. متوجه شدم. آره خب، کسی که به سارگونا نزدیک شه درد سراش تمومی نداره، درسته؟ به هر حال شب بخیر. گوشلو نه ترس بابا، چیزی نشده. خوبه والا، اول تموم کن بعد اینجوری بیاد دنبالم. شما دارین چی کار میکنین؟ درگیری مسلحانه دیگه. وقتی مجرما رو ول میکنم میرن درگیری پیش میاد، بعد آدمای بیگناه آسیب میبینن. آدمای بیگناه به خاطر عزیزانشون آسیب میبینن. 1000 بار بهت گفتم دخالت نکن. راجیمون تموم شده، میتونیم بریم؟ خوبه. اینجا چه خبر بود؟ چطوری کانو پیدا کرد؟ همکارت بازجویی کرد، میتونی ازش بگیری بخونی. کارت شناساییشون رو بهشون بدم کامیسر؟ ببر تحویل بده. بقیه وسایلم از کلانتری بگیرن به طور رسمی. بیا
اینو واسه تو آماده کردم دخترم. اعتراضم نمی کنی. تو آخرش هم باید بخوری. ساواش از هیچی خبر نداره. ای مریم تو رو خدا بس کن دیگه. خودتو نابود کردی. چند روز درست حسابی نمیخوابی دختر. باید بدونه یه خواهر داره. اگه فردا بگی چیزی عوض میشه حالا. اما این خیلی مهمه سلما، باید بدونی. عزیزم همونطور که تو به فکر دیگرانی منم به فکر تو هم مریم. زود باش دیگه. امشب باید بخوابی. بیا عزیزم بخوریش. زود باش. وقتی فکر میکردم تنهام تو جلوم سبز شدی، مثل یه خواهر. تو رو هم یه خواهر دست من سپرده دیوونه. باز نیست شب یادش افتادم. یه روز من از دوری پسرم داشتم دیوونه میشدم، بعد اون دستشو کرد تو جیبشو، اینو داد به من، گفت صبر کن، یه روز میاد که بالاخره به پسرت میرسی. اون موقع اینو بده به کسی که بهش نیاز داره، به اونم بگو صبر کنه. تو پسرمو به هم برگردونی. خدا رو شکر دیگه چیزی نیست که بخوام براش صبر کنم عزیزم. اگه مشکلات تو هم بالاخره یه روز تموم شد، اینو بده به یکی دیگه عزیزم باشه. خب دیگه بلند شو، زود برو تو اتاقت، گوسفندا رو بشمر تا خوابت ببره. زود باش زود باش. شده دیگه، باید کار شروع کنیم سلما. خمیر مایه رو آماده کردم، همه چی حاضره. منم الان میرم نیم ساعت پیش پسرم دراز میکشم و بعدش هم پا میشم. زود باش دیگه، صبح شد. باشه رفتم. بفرما. باید بریم داخل. تو برو تو ماشین بشین تا من بیام بیرون. خوش اومدی. ممنون. آقا توران درسته؟ مریم حالت خوبه؟ تو کجا؟ مریم الان بیدار میشه. اگه قضیه رو از برجو بشنوه نگران میشه. بهتر صبح بیدار میشه پیشش باشم. باشه صبح میبینم. خوب بخوابی. مطمئنم اکتای زنده است. از وقتی این اتفاقا میفته حس میکنم خودشه.
تو منو حس میکنی، میدونم، اما من بهت آسیب نمیزنم، اینو خوب میدونی. جانم، چراغت که روشنه. گفتم شاید در رو باز کنی. شاید، معلوم نیست. منتظرم. چی شد؟ چیزی نیست. ساواش چی شده؟ چیزی نشده، خوبم. یعنی چی خوبم ساواش؟ ببین، رفتیم پیش شوهر سابق برجو. اومدم بهت بگم از کس دیگه ای نشنوی بترسی. واقعا حالم خوبه، نگران نباش. زود باش بیا داخل. بگیر بشه. فقط یه وجب. اگه یه وجب سمت چپ میخورد ساواش. بازم از اون دنیا میومدم که این لحظه رو از دست ندم. کجا؟ یعنی نمیخوای یه بغلی، بوسی، چیزی بکنی؟ نمیخوام. تو برو وسط درگیری زخمی شو. اون وقت من از ترس اینکه چیزی چه اینجا سکته کنم. یه نگاه به هم بکن، کیو دارم مگه؟ بیا اینجا ببینم. به فکر خودت نیستی، به فکر من باش. حداقل این جمله رو فراموش نکن ساواش. یه نفر است که بیشتر از خودت دوست داره. تنها چیزی که بین این همه مشکل سر پا نگرم میداره همینه. اینو بپوش سرما نخوری. فقط همین؟ ها؟ حداقل نمیگه بذار بوس کنم خوب شی. فقط همین؟ باشه، خیلی خوبه، واقعا عالی. باید یه چیز مهمو بهت بگم. جواب تمام سوالاتو میگیری. اینو کی داده؟ رو تختم پیداش کردم. چی؟ کی؟ قبل از اینکه من بیام؟ نه، سر شب بود. خب الان منظورش چیه؟ جواب تمام سوالاتو میگیری. بعدش چی شد؟ بعدش یه آدرس فرسته. بده ببینم آدرسش کجاست. خودم رفتم. رفتی؟ یعنی تنها؟ قبرستون بود. مریم این چه کاریه؟ چی کار داری میکنی؟ بازوی من یه خراش برداشته میگی به فکر من باش. بعد یه روانی بهت پیام میده پا میشی نصف شب میری قبرستون. آخه تو اونجا چی کار میکردی؟ قبر اکتایی بود. چی؟ این دیگه کیه بابا؟ عجب بیشرف، یه طرف مرده بازم خلاص نشدی. اون نمرده.
کمیسر بگیم ساواش و گوچلو بیان وسایلشون رو ببرن؟ نه، تحویل خودم بده. بفرمایین کمیسر. چی کار دارم میکنم؟ خدای من، حلقه است. کجا گذاشتم؟ پس کو؟ مأمورا گرفتن. عمو توران تحقیق کرده، میگه دی ان ایش کاملا میخونه، اما تو هنوزم به حرف شک داری، اونم به همچین آدمی. همتن عمو تورانو فرستاده که شکم برطرف بشه. من کل عمرمو با اون بودم، اکتایو میشناسم. آفرین به دختر گلا، آفرین خوشگل خودم. مریم حالت خوبه؟ ها؟ برگشتی راجبه چی حرف میزنی؟ راجبه یه آدم مرده؟ یعنی میگی اینو اوکتای فرستاده؟ داره گفته بیای سر قبرش، بعدش هم تو بلند شدی رفتی، اونم تنها رفتی اونو ببینی. تو میفهمی چه بلایی سرم اومده؟ شبا نمیتونم بخوابم، چشمو میبندم کابوس میبینم، تا صدایی میاد از جا میپرم. باید بفهمم کار کی بوده. باشه معذرت میخوام، جفتمون خیلی خسته‌ایم، اما اینجوری نمیشه مریم. اجازه بده کمک کنم. اگه یه وقت بلایی سرت میومد من چی کار میکردم؟ میدونستم چیزی نمیشه. منظورت چی بود؟ یعنی تو به این مزاحم اعتماد داری؟ نظر خودت چیه؟ بیکاراش فکر کن، اون هیچ وقت به من آسیب نزد. به لطف اون از همه چیز خبردار شدم. اون میخواد رابطمون رو خراب کنه، نمیفهمی؟ موفقم شده، وضعمونو ببین. تو هم که راضی. دیوونه شدم، میفهمی؟ میگم دیوونه شدم. نمیتونم با یه روح مبارزه کنم، باید یه آدم حقیقی جلوم باشه، میفهمی؟ یعنی میگی دوست داری اوکتای زنده باشه؟ این چه حرفی داری میزنی؟ خودت میفهمی چی داری میگی؟ ها؟ بشین فکر کن، به کارایی که با من و تو بقیه کرد یکم فکر کن. ساواش،
صبح بخیر میتون. صبح بخیر. کل وسایل دست کمیسره. ای بابا. وایسا، برو آقا. اگه بیای جلو سوراخت میکنم، فهمیدی؟ برو. آروم باش. مگه نمارده بودی تو؟ این دفعه دیگه خودم میکشمت، فهمیدی چی گفتم؟ چاقو رو بنداز زمین. بیرون. داد نزن. بنداز زمین. کمکم کنین. آروم باش گفتم، داد نزن. به من نزدیک نشو. گم شو عقب. عربده نکش. بیا اینجا، آروم باش. گفتم گم شو. نیا. تو اولین نفری هستی که منو دیدی. بیا. یه چیز دیگه هم هست که باید بدونی. سوزان یه چیزایی بهم گفت، منم روش تحقیق کردم. بسه دیگه هیچی نگو. نباید تو رو وارد این قضیه میکردم. حتی اشتباه کردم بردمت اونجا. مریم تو نمیفهمی همه میخوان علیه من پرت کنن؟ دهان تو به من صدا در نیار. خواستم بیهوشت کنم. مریم همه چی رو فراموش کن. خودم پیگیر میشم. به تو و بابات مربوط میشه. اونم فراموش کن. باشه همه چی رو. مریم یعنی نمیبینی 2 دقیقه نمیتونیم آرامش داشته باشیم؟ جلوی در آدم هست، نترس. میدونستم. خب بایدم بدونی. تو حس نکنی کی میخواد حس کنه؟ بیا اینجا. بیا اینجا. به خاطر تو دوباره زنده شدم، نمیبینی؟ کاری که کردی بس نبود. هنوز راحت نشدی سلما.
زود باش ماشینو بیار سریع. آروم برو چیزیش نشه. دارم میگم آروم برو. همینجوری خوبه. چی شده اکرم؟ الو آقا ساواش. الو اکرم. مامان اکرم جواب بده. برو بیرون چکش کن. خدا رو شکر. چی؟ چیزی نیست. بازش کردی؟ من توشو ندیدم. تو چیزی رو ندیدی. هیچ اتفاقی هم بینمون نیفتاده. من چی کار کردم که میخواستی به هم پیشنهاد ازدواج بدی؟ فوری پسرخاله میشی. پسرخاله میشم؟ پس حتما دیوونم فوری برای خودم بریدم و دوختم. آره خواب نما شدم نه؟ بی خیال از این میسوزم که جلو مامانم شرمنده شدم. بگیر. این چی؟ برای تو گرفتم. کادوی تولدی. یادت رفته بود؟ میخواستم سورپرایزت کنم. کاش خرابش نمی کردی. گفتم چند روز یه نفس راحت بکشیم. الان با هر کی دوست داشتی برو. بگیرش. من الان حال مسافرت ندارم. مال خودته. خواستی برو نخواستی بسوز برو. من نمیتونم. این کار برای تو آسونه. تولدت مبارک کمیسر. علی مامان من میترسم. مامان علی وایس. تو نیا پایین. علی وایس همونجا. باشه عزیزم وایسا. من اومدم. من میام پیشه. همونجا وایسا. از جات تکون نخور. الان میام پیشه. الان میام بالا. باشه تکون نخور.
وایسا. سلما چشماتو باز کن. نه منو ببین. چشماتو باز کن. من اینجا. نترس، من نجاتت میدم. الان میریم بیمارستان. سلما الان میام عمو جون، نترس. همونجا بمون، از جات تکون نخور. الان میام، خودم میام اونجا. مریم خدا ازتون نگذره. اینجا چه خبره؟ کی این کارو باهاش کرده؟ یعنی مرده؟ ساکت الان آمبولانس خبر میکنم. نمیشه، خونریزی شدیده. برو پیش پسرش، اجازه نده بیاد اینجا. برو. من نجاتت میدم، نگران نباش. به خاطر بچه طاقت بیار. مراقب باش، چیزیش بشه میکشمت. برو کنار دیگه. توف به این کار. سلما طاقت بیار، رسیدیم. به خاطر پسر طاقت بیار. هول نکن، آروم باش، وگرنه نمیتونی فکر کنی. کارت عمدی نبود، اونا مجبورت کردن، وگرنه تو مقصر نیستی. سعی کن آروم باشی، هول نکن. داداش دورین خانم نیست. همون بهتر که الان نیست. اون وقت فهمیدن که کار شما بوده. ساکت شو، بذار فکر کنم. برو جلوی مغازه ببین حالش چطوره، زنده است یا نه. چشم. زود باش دیگه. گوشلو دو دقیقه با هم حرف بزنیم. حرفی هم مونده مگه؟ جواب بده. جانم ساواش. برجو، سلما رو چاقو زدن. چی شده باز؟ به سلما چاقو زدن. دارم میرم بیمارستان کارتال، فوری بیان اونجا باشه؟ یعنی چی؟ کار کی بوده؟ نمیدونم، دارم دیوونه میشم. مرگمم پیداش نیست. زود باشین بیاین. باشه، من یه نیرو میفرستم سمت مغازه. رسیدیم سلما جان. طاقت بیار، نجاتت میدیم. ساواش نیست؟ جفتشون پیداشون نیست. زنگم نزدن مثل همیشه. چه صبحونه‌ای آماده کردی، عجب نیمرویی. تولی کوچولو رفتیم پیش مریم برای صبحونه میانی؟ ببینم ناز، پلیس هنوزم جلوی خونه است؟ نگاه کن بگو. اینجاست. حتما باز یه چیزی شده. سلما زخمی شده، میریم بیمارستان. یعنی چی زخمی شده؟ برای چی؟ همه یه درا رو قفل میکنیم. باشه فکرم اونجا نم. کوچولو بگو چی شده؟ چاقو خورده. ایوا کجا؟
سلما زخمی شده، میخوام برم بیمار. چی؟ تو اینجا بمون، درارم قفل کن. پلیس جلوی دره نزن. چرا بترسم؟ درو چرا قفل کنم؟ حال سلما چطور؟ خواهش میکنم حرف گوش کن. ناز یه چیزی بگو، کجا میری؟ اردال خان. من نخوابیدم و فقط گفتم یکم چشامو ببندم. پلیس هنوز نرفته. تاکسی! تاکسی! ناز؟ چی شده قربان؟ ناز بود، دخترمه. خیلی مضطربه، انگار اتفاقی افتاده و ترسیده. ای وای، من دخترمو خوب میشناسم. رضا زود تشریف بیاریم بالا. تورین چطوره؟ بچه‌م تو از کجا میدونی؟ یه جوری فهمیدم. چطورن؟ خوبن، اما اگه تو تلویزیون به عنوان قاتل فراری نبینیم تو به خاطر کارات از خونه زندگیمون نمونی، میتونن خیلی بهترم باشن. دخترم تکین من نمیخوام هیچی بشنوم. ناز خانم، اردال خان راست میگن. من شاهدم که تکین برکه رو نکشتن، به همون تهمت زدن. تو کجا میرفتی با این عجله؟ سلما زخمی شده، میرم بیمارستان. چی؟ چرا؟ هنوز نمیدونم، گوشلو پشت تلفن دیوونه شده بود. سعی میکنم آروم باشم اما بزرگ شدی. تو این 2 ماه بزرگ شدی. ممنون، به لطف تو همه 10 سال پیر شدیم. ماشین رو روشن کن رضا. تو هم بشین، خودمون میرسونیمت. بشین. یکم یواش. آروم باشه. یواش. حالت خوب میشه. مریم دوست. کی؟ سلما، کی دزدی؟ اوکتای زنده است. ازت ممنونم که سپردیش به من. وای خدا! بابا
بابا جان. تو برای چی وایسادی اونجا؟ به گوزی پیام بده ببین تو مغازه چه خبر شده. برو گم شو. بابا حالش چطوره؟ اتاقم من. از مریم خبری نشد؟ شما نذاشتین. باید اون بیشرف و همونجا با دستای خودم میکشتم. چی میگی ساواش؟ کیو؟ چی میگی داداش؟ رفته مغازه، سلما رو چاقو زده، مرگمم که چی میگی داداش؟ کی این کار کرده؟ نمرده. اونه؟ یعنی چی نمرده داداش؟ ما خودمون اونجا بودیم، جلوی چشممون آمبولانسش آتیش گرفت. گوزی نگهبانه چرا در به هوش اومد؟ با پلیس حرف میزنه. آدمای ساواش منو میشناسن. زنه چی شد؟ الان بیمارستانه، اوضاعش وخیمه. گفتن خون زیادی ازش رفته. پس نمیتونه حرف بزنه. نمیدونم قربان، اگه تو را گفته باشه چی؟ کی بردش بیمارستان؟ بعد ما ساواش سارگون اومده. پس نگهبانو دیده ها؟ شادم سلما گفته، یعنی ساواش میدونه. به خشکی شانس. این تمام شده. گفت چه یکی دیگه برام بیار. زود باش زود باش. من 1 دقیقه قبلش اونجا بودم، فقط 1 دقیقه. 1000 بار گفت ممکنه زنده باشه. بی شرف. خدا میدون الان کجا. دورین یا سوزان نمیدونم. 1000 بار رفتم، چیزی بهم گفتن؟ نه. ارتانم نمیدونه. تمام تماساشو چک کردن. تو اگه نمیمردی به کی میگفتی؟ شاید مادرم. داداش کجا میری؟ داداش برجو تو کجا؟ پیش شریک جرمش. دورین مادرمو برداریم بیارین اینجا. اگه ساواش فهمیده باشه مثل همه میفته دنبال مادرم. قبل از اون میرین دنبال مادرم میارینش اینجا. تو را به گوزی پیام بده. هماهنگ کنی. حرفمونو باور نمیکنه. با ما نمیاد. به مادرم بگین دست درد نکنه. اوکتای از دولمت خوشش اومد. خودش میفهمه. اینم بهش بدین. بگین عدالت زمان نمیشناسه. یهو وقتش میرسه. اینو بابام میگفت. اگه یه وقت با ساواش رو به روش شدین بکشینش.
قاتل، تو یه قاتل کثیفی. حالم ازت به هم میخوره. اکتای ولم کن. میدونم دلت برام تنگ شده، این کار نکن. تو تنها کسی هستی که دوست داشتم بمیره. ازت متنفرم آشقان. ولم کن. تو امروز محترمانه باهات رفتار کرده مریم. نمیخوام بعداً به این روز فکر کنم و پشیمون بشم. این کارو با همون نکن. با همون؟ من حتی اگه بدونم تو آخرین آدمی هستی که روی زمینه با دستای خودم خفت میکنم. تو پدر منو کشتی، عزیزانم ازم گرفتی. تو کثیف‌ترین موجودی هستی که من تو کل عمرم شناختم. اما هنوز با اکتای جدید آشنا نشدی. پسر خیلی خوبی شده. به خونه جدید خوش اومدی مریم. ای بابا، سلام مادر جان. من از دست فروش هیچی نمیخرم، همتون کلاه برداری. مادر جان یه لحظه، ما رو پسرت اوکتای. ببینم گفتی اوکتای. ببخشید پناه برخواه. با اجازه مادر جان. برو عقب گمشین بیرون، من هیچ پولی ندارم، هیچ پولی ندارم. برین گمشین، گورتونو گم کنین، دست از سرم بردارین دیگه. میگم برین گمشین دیگه، مزاحمم نشین، خستم کردیم دیگه. هم نیاین اینجا دیگه، نیاین دم خونم. گمشین بیرون، گمشین برین دیگه از اینجا. ای وای، تو خونه من چیکار میکنی؟ گمشو از خونم بیرون. برو بیرون. مادر جان آروم باش. آقا اوکتای بابت دولماتون خیلی تشکر کردن. ببین منو، نکنه اون زن شما رو فرستاده. اگه اون شما رو فرستاده برین بهش بگین که گفتن بهتون بگم عدالت زمان نمیشناسه. پسر گل من زنده است. میدونستم پسرم نمرده. بهمون گفت اینو ببینین با ما میایین. یکی دونه مامان عزیز دلم. به من دست نزن، ولم کن. تا وقتی آروم نشدی همینجا میمونی. در باز کن اکتای، گفتم بازش کن. باز کن اکتای، باز کن. خدای خودت کمک کن. این همه وقت کجا بوده؟ دلش به حال مادرش نسوخته؟ همه چی رو توضیح میده. وقتی رسیدیم ازش میپرسی.
این همه وقت کجا قایم شده؟ حالش خوبه؟ آره نگران نباش. این یارو عامل بدبختی پسرمه. کجاست؟ زود باش ببره. حرف بزن. بی شرف. منو میبری پیش اون بیشرف. منو ببر پیش اوکتای. خدا خودش حقشونو بهشون بده. یه بار پسرمو کشتن اما هنوزم دنبالشن. همشون برن زیر خاک، مخصوصا اون مریم افریته. اون مریم باید بره. دوستتو گرفته؟ تو همون لاله بودی؟ آره کاش اقلا تو رو میگرفت پسرم. قلبم گرفت. به خونه خوش اومدی. این خونه هدیه مادرت به توه. سندش به نام خودته. ازت ممنونم. سلام. فوراً سوالی که تو ذهنتونه رو جواب بدم. هر کسی که دوست داره میتونه بمونه و به کارش ادامه بده. فعلا حرف دیگه ای ندارم. میتونین برگردین سر کارتون. مامان اینا خدمتکار تولینن. شک نکن دهن لقی میکنن. تو اینجا کسی رو میبینی که بخواد مفتی برای تولین کار کنه؟ از الان برای من کار میکنن. حالت خوبه؟ من میتونستم اینجا بزرگ بشم. همون بهتر که اینجا نبودی. شانس آوردی دخترم. اونجوری متعلق به اینجا میشدی، اما الان اینجا متعلق به توه. پلیس. کمیسر برجو اکتار. میشناسمتون؟ آخه به جا نیاوردم. نه، اما دوستای مشترک داریم. خدا بیامرزه. فرصت نشد بگم. خاطر مادرت برام خیلی عزیز بود. به محض اینکه اومدم رفتم سر مزارش. لطفاً نقش بازی نکنیم. خوب میدونین که برای چی اومدیم اینجا، پس اینجوری نکنین. منم کنجکاو شدم. میشه بگیم برای چی اومدیم؟ واقعا هیچی نفهمیدم. اول فکر کردم تولین یه چیزی جا گذاشته، اما اینجوری که کمیسر نمیومد. برای یکی از آشناهای مشترک اومدیم. اوکتای شاهین. حساب مرده ها را ما باید پس بدیم؟ خیر باشه. بهتر وقتمون رو تلف نکنیم. من متوجه نمیشم. فهمیدیم که اوکتای شاهین زنده است.
خودشو نشون داده. اونم با زخمی کردن سلما و دزدیدن مریم. چی داری میگی؟ وضعیت زنه چطوره؟ خوب نیست. مریم کجاست؟ نمیدونی. کار کیه؟ دادستان. چی داری میگی دخترم؟ ها؟ حرفای مسخره نزن. کدوم دادستان؟ همونی که مرده؟ طرف زنده است. به سلما چاقو زد، مریم هم دزدیده. نگاه چه کلاهی سرمون گذاشت مردی که ای بی شرف. کلاه بردار عوضی. قبل از اینکه بخواد دلارای نازنین منو خرج کنه خودم میفرستمش به قعر جهنم. رضا درو باز کن. باز کن. دیگه کاری هم مونده با من نکرده باشی. این درو باز کن. یکم آروم شدی؟ تو نه غرور داری نه چیز دیگه. اینا چیه؟ از کسی که حالش ازت به هم میخوره عکس میگیری؟ میشه خواهش کنم یه نگاه به خودت بندازی؟ هر روزی که من کنارت نبودم قصه خوردی. هر روز غمگین تر از دیروز. ساواش عرضه خوشحال کردنتو نداشت. اما ببین، این برای موقعیه که با من بودی. اون مال وقتیه که خوب نمیشناختمت، قبل اینکه دونه دونه عزیزانم رو از دست بدم. من نمیخواستم کسی رو بکشم. وقتی اومدی دنبالم میخواستی منو بکشی؟ نه، تو هم خوب میدونی یه نفر تحت چه شرایطی میتونه آدم بکشه. بابا مریض بود. گل به سرخان مازارش به کسی نمیرسید. تکین برکرم تو کشتی مگه نه؟ اول کشتیش بعد قتل و انداختی گردن اردال سارگل. اون آخرین مرحله بود. اولین مرحله چی بود؟ اولین جرمو کی مرتکب شد؟ کی گردن گرفت؟ ها؟ کی من از زندان رفتن نجات داد؟ کی تو دادگاه دروغ گفت؟ کی اردال و ساواشو وارد زندگی تو به هم گفتی زدیم به بشکه. من کلی حرف دیگه هم بهت زدم. گفتم به اون ماشین لعنتی دست نزن، اما تو رفتی جای اون ماشین رو عوض کردی. بعد که عصبی شدم گردن گرفتی. خب یه دروغ گفتی و چندین ماه به گفتن همون دروغا و بقیه ادامه دادی. اون موقع جلوشو میگرفتی دیگه. تونستی؟ نه، من این وسط شدم آدم بده. کی بینمون بیگناهه؟ نکنه خودت؟ که بیگناه نیستم، اما من مثل تو یه قاتل خونسردم نیستم. تو اون دختر رو دیدی اما کمکش نکردی. تو اون شب تبدیل به یه قاتل نشدی. تو همیشه یه قاتل بودی. اکتای گوش کن. ساکت شو. بسته. نمیخوام چیزی بشنوم. نه خیر، باید گوش کنی. بسته. دیدی ساواش گفت اگه بمیره از اون دنیا میاد پیشه؟ همون لحظه که اوف شده بود اومد پیشت زخماشو بهت نشون بده براش پانسمان کنی. من واقعیتشو تجربه کردم. من به خاطرت مردم مریم. به خاطرت تو هم برگشتم. بذار منم زخمامو نشونت بدم. خودت ببین کی واقعا دوست داشته. بیا اینجا. ولم کن. ساکت شو، همینجا بمون. مامان اکتای پسرم.
به هم دروغ گفتین آره؟ اون زن شما رو فرستاده؟ اون زنی که آشکار مامان چطور دلت اومد این کارو بکنی؟ دلت به حال من نسوخت؟ نگفتی مادر الان تو چه حالیه؟ میدونی چند شب برات گریه کردم؟ میدونی خدا رو شکر که زنده ای وای پسرم خدای شکرت که زنده ای خودتی پسرم آره خدای من شکرت مرسی که دعاها مستجاب شد میدونستم من تنها نمیذاری پسرم قربونت برم هیچ وقت نمیبخشم تا آخر عمرم نمیبخشمت پسرم نمیبخشمت تا آخر عمرم حالا بیا بغلم بیا پسرم خدا رو شکر به مرور زمان میبخشی اگه یه نفر تو دنیا منو ببخشه اون یه نفر تویی. حالا میخوام یه چیزی بهت بگم. بگو. من یه کم کار دارم. اتاقو نشونت میدم بخواب بعد حرف میزنیم باشه؟ برو. باشه پسرم باشه ببر اتاقش یه مسکنم بهش بده جلوی در وایسه جایی نره نباید بفهمه مریم اینجا میمونه گوزیو گرفتم الان پیش سواشم هر چقدر میخواین پنهون کنین به زودی معلوم میشه کی اکتای شاهینو از بیمارستان فراری. اینجور که مطمئنی حتما مدرکم داری. کنجکاوی بدونی؟ شاید نیازی نشه. اگه اکتای شاهین دستگیر شه اعتراف میکنه کی تو این مدت کمکش میگه. سلما با مرگ دست و پنجه نرم میکنه یه بچه کوچیکم داره خدا میدونه مریم کجاست. حاضرم هر کاری از دستم برمیاد برای سلما و بچهش بکنم هر گونه کمک. برای پیدا کردن اکتای چی؟ بازم کمک میکنی؟ این کار شماست. باشه حالا که دوست دارین همه چی طبق روال اداری پیش بره دفعه بعد میاین کلانتری و تو اتاق بازجویی حرف میزنیم. به زودی بچه های کلانتری با مجوز میان اونجا میبینمتون. مرتیکه احمق با این کارش همه چی رو خراب کرد همه چی رو. شاید مجبور شده مریم این اواخر خیلی داشت فضولی میکرد. من چرا فرستادمت اونجا؟ برای چی فرستادمت؟ برای اینکه باهاش همدست چی؟ یا اینکه باهاش دوستی و اعتماد به نفست برگرده؟ من چرا از این قضیه خبر ندارم؟ تو چی؟ یه بار فقط یه بار منو از خودت ناامید نکن فقط یه بار. اگه این دفعه دستگیر شه قبل اینکه اعتراف کنه میمیره. رفت و آمدشون رو زیر نظر بگیریم کسی هم رفت بیرون تعقیبش کنیم. در پشتی هم پلیس هست؟ هنوز مستقر نشدم. خوبه ماشینم اینجا بمونه یکی دیگه بفرست اونجا. اینو برای امروز نگه داشته بودم
مخصوص ساواشه. نگران نباش، گوزی میدونه چی کار کنه. تو زیاد بهش فکر نکن. باشه جمعه جون. این که میخوای منو برسونی بهانه است. از اینکه بیفتم دنبال اردال میترسی. کسی که پلیس پیدا نکرده رو چطوری میخوای پیداش کنی؟ همونطور که حدس میزنی اینجوری. اما اشتباهه. دیگه بهش اعتماد نمیکنم. بازیچه اونا نمیشم. خودم اردالو پیدا میکنم. چیه؟ معلومه خبر نداری وگرنه اینقدر خونسرد نبودی. شوخیو بذار کنار. آها رو بلنگوه. رفتارت واسه همینه. از خواهرت خجالت میکشی. بگو. راستش این یه راز خونوادگی بود، اما حالا که همه فهمیدن گفتم شاید بهتر باشه شما هم بدونید. تازه وضعیت خطریه. اگه چیزی بشه قصه میخورم. این چرت و پرتا چیه میگی؟ از کارات خسته شدم. راستش الان حقت بود گوشی رو رود قطع کنم، اما حالا که نمیتونم انگار ازت خوشم میاد. خداحافظ. اکتای شاهین زنده است. ببینم تو چی داری میگی؟ اینم مسخره بازیه. اون مرده، من خودم تو تشییع جنازش. حالا اینقدر تعجب نکن. این اواخر اتفاقای عجیبی واسط نمیافتاد؟ نکنه فکر کردی روحش اومده؟ راستی ناز سارگونم میدونه. اکتای به سلما چاقو زده. نازم که الان تو بیمارستانه. اینطور که بهت خبر نداده معلومه نمیترسه به تو هم آسیبی برسونه. حالا ببین برای کی بیشتر عزیزی. هرچند هنوزم ازم تشکر نکردی. بلیز سعی کن آروم باشی خواهر عزیزم. بلیز آروم باش. یکم آب بخور. بیا. مریم مادرش نامه ها، یعنی اون مسیجا رو اکتای برام فرست. من نمیتونم نفس بکشم. بلیز آروم باش. بلیز سب کن. کجا داری میری؟ بلیز 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 آروم باش. آروم. اکتای کجاست؟ اکتای شاهین کجاست؟ من نمیدونم. تلفنی حرف میزنیم. میگم نمیدونم کجاست. مثل آدم جواب بده. خوب گوش کن. دیگه حتی یه ثانیه هم نمیتونم معطل کنم. تو رو همینجا میکشم. میرم پیداش میکنم. حرف بزن. باشه قبوله. میبرم پیشش. خفه شدم. را بیا زود. عشقت دنبالت میگرده. حق نداری باهاش کاری بکنی وگرنه مطمئن باش پشیمونت میکنم. فهمیدی یا نه؟ پشیمون میشی. آره بابا میدونم، هیچ شکی ندارم. نگاه اون دختر معصوم چجوری شده ها؟ به خاطر اون مرتی که قاتلم شدی. کاش میشدم اون موقع این همه آدم آسیب نمیدیدن. واقعا ببین درست 6 سال وقتی تصادف کردیم دقیقاً 6 سال از آشنایی میگذشت. من برای گرفتن دستت 6 بار صبر کردم. یادت میاد؟ برای بوسیدن درست 2 سال صبر کردم. اما بعدش چی شد ها؟ بعد 4 سال یه قدمم جلو نرفتیم. من چی کار کردم؟ خیلی صبورانه و با نهایت احترام صبر کردم. درسته دیگه وقتی آدم 2 سال تو کف یه بوس باشه طبیعیه که بلیز وارد زندگی بشه. مگه نه؟ من چندشم. تو چند وقتی که ساواشو میشناسی؟ مگه چند وقت آشنا شدین ها؟ تو خونه چی کار داره؟ اومدم دیدم لاخ وسط اتاق وایساده، تو براش پانسمان میکنی. وسایل اونجاست. یعنی چی؟ کی وسایلش آورد خونت؟ ها؟ این یعنی چی؟ با چه روی آخه؟ چه خبرته؟ جواب بده. مگه چی کارته؟ به من بگو وسایل اون مرتی که تو خونه تو چی کار میکنه؟ یادته به چی گفته بودم؟ اون شب به چی گفتم؟ نگفتم اگه دستش بهت بخوره جنازش رو تو خونه پهن میکنم یا نه؟ حالا تماشا کن ببین چطوری جنازش رو جلوت پهن میکنم. نشونت میدم. بهش دست نمیزنی. گلم کن. تو اینجا چی کار میکنی؟ از اولش هم تو بهش کمک میکردی. بسته دیگه. برو بیرون زود. برو عقب. کجا میری؟
در باز کن اکتای، گفتم بازش کن اکتای، باز کن، گفتم باز کن این در باز کن اکتای، باز کن عشقان، باز کن، باز کن. میشه بگی چی کار میکنی؟ سلما بیمارستانه، مریم اینجاست، همه فهمیدن زنده ای، پلیس دنبالته. زودتر از اون چیزی که فکرشو میکردم فهمیدم. مامانم عصبانیه دیگه، حمایتت نمیکنه. برام مهم نیست، بگو چی کارم داشتی. ساباشم فهمیده، اتفاقا دنبالمه. داره میاد اینجا؟ اینجا نه. ببین به ساباش آسیب نمیرسونی، قول دادی. داری میری دنبال ساباش؟ برای دیدن من داره دیوونه میشه، یعنی میگه دلشو بشکنم. سلام بینندگان گرامی، شما خواهش تماشای فیلم های ترکی با ترجمه تاجیکی دارید؟ پس در شبکه ما سبینا HD آبونه شوید و فیلم دوست داشتهتان را با صفت HD تماشا کنید. ما یک قطار فیلم ها را به طور اصلی پیشنهاد کردیم از قبیل هدایت، یار فراری، عشق سیاه و سفید، طوفان زندگی، مردی رزیل، هیچ کس نمیداند، عشق و نفرت، صدبرگ سیاه و اسرار ازل و غیره ها. همه این فیلم ها را می توانید در شبکه ما سبینا HD تماشا کنید. داداش چی شد؟ از سلما خبری نشد؟ نه، اوضاع بحرانی. مگه عمل تموم شد؟ نه، هنوز داخلی. اوف. داداش من کلانتریم. مطمئن باش از دوربینای مداربسته یه چیزی در میاد، برجی داره کنترل میکنه. تو کجایی؟ از مریم خبری نشد؟ به زودی میشه. آدم اوکتای پیشم. چی؟ الان داری کجا میری؟ میرم پیش اوکتای. داداش چی داری میگی؟ بهش اعتماد کردی؟ اعتماد نکردم گوشلو. میخوان منو بندازن تو تله. درست گفتم؟ نه به خدا من. آره جون خودت. داداش چی داری میگی؟ از جونت سیر شدی داری تنهایی میری؟ مریم دست اونه. فکر کردی الان برام مهمه بلایی سرم بیاره یا نه؟ داداش میشه بگی کجا داری میری؟ پس فکر کردی برای چی بهت زنگ زدم؟ بیا تو جاده چوبوکلو. رسیدم آدرسشو میدم. زود باش زود باش. باشه، اینا رو بفرست دادستانی. بگو سوزان خانم و دورینو برای بازجویی بخوان. خبرش رو بده. چشم کمیسر. ساواش زنگ زد، باید بریم. کجا بود؟ داره میره پیش اوکتای، زود باش بریم. خدا سلامتی بده. کی بهتون گفت؟ نکنه پلیس گفت دوست پسر سابقت زنده است؟ حقیقت داره. اوکتای یعنی واقعا فوت نکرده؟ سلما الان تو اتاق عمله. فکر میکنی کار کی میتونه باشه ها؟ میدونم چی تو سرته. بهتره الان راجع بهش حرف نزنی. وقتی گفتن باورم نشد. آدم چطور میتونه این همه مدت خودشو مرده نشون بده؟ حتما یکی بهش کمک کرده. ریافت که به پلیسا نمیخوره. مریم چطوره؟ الان داخله. میخواستم اگه ممکنه پیش اوکتای. چی؟ مریم رو دزدیده. داداشم و برجو همه دارن دنبالش میگردن. اصلا باورم نمیشه. بلیز این شوخی بردار نیست. نمیدونم الان خوشحالی که زنده است یا نه، اما اگه خبری شد یا بهت زنگ زد، به من، داداشم، بابام یا پلیس فوراً اطلاع میدی. منظورت چیه؟ برای چی فکر کردی بلیز خوشحاله؟ خودش فهمید. باشه کوکسال، ممنون. بچه ها را افتادن. آدرس رو داد؟ هنوز نفرستاده. چی بهت بگم آخه؟ یعنی نمیشه یه بارم لجبازی نکنی، صبر کنی با هم دیگه بریم؟ نه که تو اینجوری نیستی. نه تو خیلی خوبی، همه دیوونه هم، فقط تو عاقلی. برای همین تفاهم نداری. نه بابا، منظورت اینه چون تشخیصمون شبیه هم دیگه است نمیتونیم با هم دیگه باشیم، درسته؟ آره؟
من میفهمم چرا یادآوری میکنیم و با هم دیگه تفاهم نداریم. میدونم ملت هی میگن آره شبیه همین تفاهم داریم، یکم سعی کن مثبت فکر کنی برجو. اصلا بی خیال، نظر من که اهمیت نداره. تو جلوی کلانتری چی میخواستی بگی؟ برای اولین بار لطف کردی از جات پا شدی اومدی دنبالم، اونم نه به معنای مجازی، واقعا اومدی. حتما مهم بوده. بگو. میخواستم بلیتو پس بدم. یعنی خوشم میاد حلقه مادرمو که دیدی برگشتی بهم میگی میخواستم بلیت هواپیما رو بهت پس بدم. مرسی واقعا. من چرا باید همیشه جای تو حرف بزنم؟ بگو برجو. بهم بگو چی کارم داشتی. بیخیال. اگه چیز مهمی نبود که نمیگفتی بیخیال. میخواستم بگم صبر میکنی؟ آدرس اومد. پونصد متر جلوتر برو راست. بیا پایین. بیا اینجا. بیا. کجایی مردی که؟ کجایی؟ بیا بیرون. من اومدم، زود باش. میخوای بعدیو به قلبت چلی کنم؟ قایم نشو بزدل. خودتو نشون بده. بدک نبودم ما، مثل همیشه نتونست. برای چی اونجا وایسادی؟ مثل مرد بزن دیگه. مگه نمیخواستی منو بکشی؟ بزن. نه الان که از یه مردم بدتری. خیلی بد شانسی سارگم کوچولو، همه چیز تو باختی. بعدش هم یه مرده اومد عشق تو گرفت. چه شافت آشغال. اگه بهش آسیبی برسونی خفت میکنم. شنیدی یا نه؟ آسیب بزنم؟ من به مریم آسیب نمیزنم. اینو خودش هم بهت گفته بود امروز صبح تو مغازه. آوازی تو اونجا بودی؟ تو مغازه قایم شده بودی؟ خودم خفت میکنم. بیا بیرون. من اومدم ببینم حال امانتیم چطوره. با خودم گفتم بذار ببینم سارگون کوچولوی ما یه بار تو زندگیش عرضه داره یه دختر خوشحال بکنه یا نه. اما دیدم نه، مریم هر لحظه بیشتر کنار تو قصه خورد. هنوز حواسش نیست، اما به زودی میفهمه کسی که در اصل بهش آسیب میزنه و ناراحتش میکنه توی احمقی نمه. ببین چی میگم. ولش کن، منو بگیر. مقاومت نمی کنم. این که بدونی عشق دست منه برام خیلی لذت بخش تره. جواب بده. شاید مریم باشه. آشغال! خودم میکشمت. شنیدی یا نه؟ حداقل به مریم رحم کن. بدون من که خیلی قصه خود، خیلی تنهایی کشید. هی برو دنبال بابات، هی دنبال این و اون بیفت. مریم هم تو خونه منتظر.
باور کن من جای تو بودم دنیا رو سرم خراب میشد، تنهاش نمیذاشتم. البته هنوزم زیاد دیر نشده، یه فرصت دارم. درسته؟ بازم نتونستی، مثل همیشه شکست خوردی سارگون کوچولو. هر چند این اواخر به شکست عادت کردی. مرتیکه روانی، وقتی به مرگم دست زدی عاقبتت معلوم شد. بذار بهت بگم چی میشه. اول مرگم رو پیدا میکنم، یه امانتی دستم داره بهش میدم، بعد از پیشونیش میبوسمش، بغلم میکنه، منم نگاش میکنم، ازش معذرت میخوام چون یه مدت باید تنهاش بذارم. تو مثل یه موش فرار میکنی، میافتم دنبالت، زبونت بند میاد، صدای نفسم رو پشت سرت میشنوی، میبرم تو همون قبر خودت، زنده به گورت میکنم، بالا سرتم وای میستم که یهو زنده نشی، مجازاتم میشم تو زندان، اما حداقل مطمئنم مرگم خوشحاله. نیازی نیست من کنار مرگم باشم، هر کجا که باشم، حتی اگه برم اون دنیا، بازم میدونم مرگم منتظرمه، میدونه بالاخره پیداش میکنم، الانم منتظره و من باز نجاتش میدم. شنیدی یا نه؟ شنیدی روانی؟ پیغامی برای عشقت نداری؟ آخه الان دارم میرم پیشش، میخوام ببینم واقعا منتظر توه. اگه اینطور باشه منو فراموش کرده، بهش یادآوری میکنم و وقتی یادش بیاد دیگه بهت فکر نمیکنه، چون من عشق اول مریمم. میدونی که عشق اول فراموش نمیشه. میکشمت مرتیکه، خفت میکنم، شنیدی یا نه؟ به زودی زندگی تو رو سرت خراب میکنم. میشه بگی چطوری؟ میخوای پرواز کنی؟ میکشمت آشقان، میکشمت، مخفیگاه تو رو سرت خراب میکنم، منتظرم باش. شنیدی چی گفتم؟ داداش در رفت، مرتیکه بیشرف فرار کرد رفت. تمام نیروها به گوش، فراری اطراف رودخونه بوده. حالت خوبه؟ منو بیخیال، قبل پلیسا ما باید پیداش کنیم، فهمیدی؟ وقتی گرفتیمش جلومون نمیگیری. باشه. نزدیک هر کی میشی میمیره. تو که پیش اوکتایی داری اینو میگی؟ خودت شروع کردی. کی اول پیش اوکتایی بود؟ کسی که رازشو نگه میداشت. تو هم اندازه اون بدجنسی. نه خیر، من به فکر تو بودم، ناشکر نباش. همون اول کار با همدیگه حرف زدیم توی ساحل، یادت میاد؟ اگه اون موقع باباتو برمیداشتی و میرفتی هیچ کدوم اینا پیش نمیومد. هم پدرت زنده میموند، هم گل به سر. وقتی هم کسی چیزیش میشه فوری گریه میکنه، میگه ساواش چقدر عذاب میکشم، اشک تمسا میریزه. از زن بودنت خجالت نمیکشی؟ از انسانیتت؟ فکر نکنم آدم چطور به همچین وضعی میفته. دست ساواشو گرفتی و بردی خونم، خوشت اومد جلوی تو سرم داد زد؟ من به جا تاب شدم. تا حالا از دور به خودتون نگاه کردی؟ ها؟ مثل خواهر برادر میمونین، جاذبه ندارین، صفر. هنوز هیچ اتفاقی بینتون نیفتاده؟ کاملا مشخصه. تو یه بیچاره‌ای. آخر ساواشم به خاطر تو میمیره. الان نمیفهمه، اما شاید بعد از سلما بفهمه.
اما چی شده؟ ها نمیدونستی؟ گفتم چی شده؟ برم کن ببینم. تو بستر مرگه. دروغ میگی. انتظار داشتی اکتای بی سر و صدا پیدا شه؟ تو که اونو بهتر از من میشناسی. داری دروغ میگی. کاش همینطور بود. اونجوری یه طفل معصومم بی مادر نمیشد. کجایی؟ اکتای! کجایی؟ داداش گشتن نیست. پلیس داره جنگل محاصره میکنه. نگران نباش میگیریش. پس بدرات کجایی؟ ها؟ کجایی مردی که بیشرم؟ اکتای کجایی؟ خودتو نشون بده. بیا داداش آروم باش. آروم باش. ول کن. تا پیداش نکنم جایی نمیرم. فهمیدی؟ باشه حداقل نرو یه نفس تازه کن. من حق ندارم نفس بکشم. حق ندارم. اون بیشرف فرار کرد. مرگم دستشه. پس من چی کارم هان؟ چه غلطی میکنم؟ داداش تو رو خدا ولم کن گوچلو. دست بهم نزن. ولم کن. همتون ولم کنید. هیچی نگید. اگه مرگم چیزیش بشه نمیشه داداش قول میدم. تقصیر منه. تقصیر منه. به خاطر من افتاد دست اکتای. صبح مغازه بود میدونستی؟ همونجا بود. منتظر من وایساده بود. شب کرد تا من برم. من چی کار کردم؟ سرم انداختم پایین و رفتم. با اون روانی تنهاش گذاشتم. داداش تو که نمیدونستی. نباید میرفتم. یه لحظه هم نباید تنهاش میذاشتم. دلم خونه گوچلو. دلم خونه. چطوری طاقت بیارم؟ چطوری طاقت بیارم؟ خدایا کمکش کن. خدایا خواهش میکنم حقیقت نداشته باشه. اومدم اینجا تا ساواشو نجات بدی. زنگ بزن بگو حالت خوبه. بعدش هم گورتو گم کن. کجا داری میری اسمیت؟ کجا داری میری؟ ها بیا اینجا ببینم کجا میرفتی. باز داری میری پسرم اذیت کنی. هنوز تصمیم حساب نکردیم. وایسا چه تصمیم حسابی داریم؟ ها بگو چه تصمیم حسابی. ببین خوب گوش کن. من جون پسرتو نجات دادم. بذار بره. به حرف من گوش کن. اینجوری به نفع اکتای میشه. دروغگو. فکر کردی من نمیفهمم ها؟ تو هنوزم عاشق اون پسری. امیدوارم پسرم اون مردی که یه آشغالو بکشه تا تو هم از ناراحتی بیفتی و دق کنی. چی داری میگی برای خودت؟ بس ساکت شو. تا پسرم نیومده کسی حق نداره از اینجا تکون بخوره. هرچی پسرم بگه همونو گوش میدین. فهمیدین؟ همون. بدش من. بده. پر روی نکن.
اینطورم بهش میگم چی کار کردی. وقتی پسرم اومد بهش میگم با این دختر همدست شدی، با این خائن بهش میگم. حق باز شماره ناشناس. زود باش بلندش کن. اون منتظر منه، بی شرف نمرده، خودم میکشمش. اسپارش به خودم، کار خودمه. بذار وظیفه پدریمو به جا بیارم. کیه اردال خان؟ به تو چه؟ آخه این شماره رو کسی نداره، برای همین. خدای من، عظمت تو شکر. خودت کمک کن. خدایی که دادستانو زنده میکنی. دشمنم میخواد بهم کمک کنه. دشمن؟ آره بهت میگم رضا، به زودی میفهمی. اما من پسرمو گیر اوکتای نمیندازم. شده با دشمنم همکاری کنم، نمیذارم پسرم چیزیش بشه. نزدیک نشو. کلیتا رو بده به من. زود باش، بده. برجو، خبری نشد؟ نه، بچه ها سر راه خروجی وایستادن. دارن میگردن دیگه نه؟ تا پیدا نشده جایی نمیریم. ساواش یکم آروم باش. اگه اینجا باشه پیداش میکنیم، اگه نباشه هم که اطلاف چه وقتی. اطلافی؟ ها؟ میشه بگی؟ جای دیگه ای داریم بگردیم؟ شاید اینجا نباشه. شما که میگفتیم مرده. اگه بریم خودم میگردم. داداش این همه آدم گشتن نبود، چطوری میخوایم 2 نفری اینجا رو بگردیم؟ نمیخواد بگی، خودم میدونم. طرف روانیه، مریم دستشه، معلوم نیست تا الان کاریش کرده یا کشته یا کوچلو. هیچی نگو. کجا داری میری؟ شده اینجا رو آتیش میزنم، ولی نمیذارم اون بیشرف فرار کنه. بله منم پسرم. الان اصلا وقتش نیست. خبر دارم چی شده. بیا ببینمت کمکت کنم. نمایشو بذار کنار. مریم دست اوکتای گروگانه. این قضیه فرق میکنه. صبر کن سواش، قطع نکن. میدونم به هم اعتماد نداری، اما یه چیزی رو میدونم. تا شب نشده اون آشغال رو پیدا میکنیم، با هم میگیریمش. بعد از اینکه گرفتیمش میفرستیمش یه جایی که دیگه نتونه برگرده. کجا میری؟ دارم میرم پیش بابام. تو همینجا بمون، اگه خبری شد تماس بگیر. کجا رفته؟ حتما اون زنه بهش کمک کرده. چه خبره؟ ها؟ مریم چیه؟ فرار کرده؟ گذاشتیم بره؟ تو به چه دردی میخوری ها؟ یه کار بهت سپردم، چرا گذاشتی فرار کنه؟ تو چی کار کردی؟ من کاری نکردم پسرم، باور کن. یه بار نشد یکی تو این زندگی به درد من بخوره، یه بارم به دردم بخوری. داری کجاست؟ اون دختره بهش کمک کرد، گفت ولش کن بذار بره، اینجوری برای اوکتای بهتره. ترسید بلایی سر ساواش بیاری، ترسیده بود. مریم کی فرار کرد؟ زیاد نشده، دوید سمت جنگل. وایسا پسرم، خواهش میکنم نرو. اون دختره بیچارت میکنه، خواهش میکنم. ببین پول داریم، مادر و پسر تنهایی زندگی میکنیم، خواهش میکنم نرو. من نمیخوام فرار کنم، نمیذارم با نابودی زندگیم خوشبخت بشم. نرو پسرم، خواهش میکنم، به پات میافتم، نرو. مامان تو دخالت نکن. پسرم
بابا 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 سواش بابا مریم پسرم شیر پسرم بابا مریم الان پیش اونه بابا پیداش نمی‌کنم. نگران نباش با مریم کاری نکرده حالشم خوبه تو از کجا بابا پیداش کردی؟ میدونی الان کجاست؟ من هنوز اردال سارگونم چی فکر کردی تو؟ منو تعقیب کن بریم تا دیر نشده بیا خدایا کمک کن. حالش چطوره؟ خونریزی شدید بود. هر کاری تونستیم کردیم. الان فقط باید صبر کنیم. یعنی چی؟ هنوز خطر مرگ تهدیدش میکنه؟ متاسفانه شانس زنده موندنش کمتره. اسمش سلما. تو آیسیوه. نمیتونین ببینینش. ببخشید. از نزدیکانشی؟ بله هستم. همینجا همون دنیا دست از یقش بر نمیدارم. حتی بمیرم از دست من خلاص نمیشه. شما چی داری میگین؟ زن بیچاره داشت جون میده. امیدوارم زودتر جون بده. شما چه نسبتی باش داری؟ مادر بزرگ پسرشم. یه نفر تو مراسم محمود من شرکت نکرد. نمیدونم این زنه کیه که بالا سرش وایسادن. چرا اومدین اینجا؟ اومدم اینجا تا ببینم اون سلما چطوری داره جون میده. سلما قرار نیست بمیره. هر کی زده دستش درد نکنه. همینجا منتظر میمونم. به محض اینکه اون مرد نوامو بر میدارم و میرم. بقیه کجان؟ منو گذاشتن اینجایی بابا. هر چی میدونی بگو. نمیخواد دخالت کنی. اگه به من میگفت که خودم میگرفتمش. چی؟ منظورت کیه؟ جواب بده بابا. با تو هم بابا. خودت ببین کیه. تو میدونستی اون زنده است؟ آره. منو میبری پیش اون. آخرش دیوونم میکنی مریم. نمیتونی فرار کنی. از دستم خلاص نمیشی. کجا رفتی آخه؟ مریم از دستت روانی شدم دیگه. پیدات میکنم. صباشم میکشم مریم. خودم حالیتون میکنم. به همتون نشون میدم هنوز زنده. میبینین عاقبت فضولی کردن تو کار من چیه. مریم نشونت میدم. مریم
الان میگیرمت فخار خطه. الان پیدات میکنم. مریم! مریم! میدونی که بالاخره پیدات میکنم. ساواش مرده! دیگه کاری از دستت بر نمیاد. دوست پسرت مرد مریم. بیا بیرون دیگه. میدونم همین اطرافی. مگه انتقام نمیخوای؟ خودتو نشون بده. پیدات کردم. ساواش مریم به خشک شانس. مریم مریم این دفعه مطمئن میشی که میمیری. مریم مریم
салом бинандагони азиз, агар хоҳиши филми ҳидоятро ба таври аслӣ ки аз қисмҳои 2 соата иборат аз тамошо карданро доред, пас ба YouTube канали Сабина HD дохил шуда аз филмҳо дидан кунед. агар филми мехостагиатонро наёфтед, ба мо муроҷиат намоед ва мо дар муддати 12 соат филме ки мекофтед пайдо намуда пахш мекунем. умедворам филмҳо ба шумо писанд меоянд. обуна шудан ва дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. خاطر نباش. اکا بو یگون کمبودی نشوه؟ نه